سلام، به خانه ما خوش اومدید. در قسمت قبل دیدیم که خانواده فرغانی به محض اطلاع از مأموریت کسب و کار خانگی دست به کار شدن و خیلی زود ایدهشون رو عملی کردن. اونا با فروش تعداد زیادی کتاب نشون دادن که همچنان یکی از شانس‌های قهرمانی هن و میتونن عقب افتادنشون رو خیلی خوب جبران کنن. آقای فرغانی 18 تومن میشه چقدر؟ 31 تومن میشه. اینم از این. در حالی که خانواده فرغانی داشتن پول میشمردن و درآمدشون رو حساب میکردن، خانواده ظاهری هنوز داشتن وقتشون رو صرف یه ایده نشدنی میکردن: کسب درآمد از توریست. We want some tourists that join us for some workshop about techniques in arts. البته خانم ظاهری همه تخم مرغا رو توی سبد نذاشته بود. مأموریت اصلی آقای ظاهری پیدا کردن چند تا خریدار بالقوه برای کیک و پولکی بود. پس 10 کیک شد؟ آره 15 تا. نوش جون. زنده باش. اوکی. خیر، حالا احتمال بیار 15 تا بیار طوری نیست. بعد صبح براتون. موازی با همه این کارا، خانم ظاهری داشت مقدمات برگزاری یک کلاس آموزش صنایع دستی رو هم آماده می‌کرد. در حالی که خانواده ظاهری از 3 جبهه به بازار کار یورش برده بودند، خانواده جعفرزاده برای اولین بار محتاج شدند. پدر خانواده که یک کاسب اصفهانیه اصلا هیچ جوره نمیخواست زیر بار ایده های پسر بزرگش بره. این مرد میدونست که سرمایه گذاری از کارت خانه ما چه ریسک بالایی داره. به هر حال اگه اصل پول به حساب برنگرده، در واقع ضرر اونا 100 برابر میشه. با همه این حرفا، خانواده جعفرزاده بعد از ساعتها تلاش در بازار پر رقیب عکاسی بالاخره تونستن آقای جعفرزاده رو برای عملی کردن ایده فروش آبلیمو راضی کنن. ایده‌ای که خرج زیادی رو دستشون گذاشت و حتما باید حسابی بفروشه تا سودده باشه. این آخرین فرصت برای پول درآوردنه. رقابت نفسگیر خانواده ها در دومین روز مأموریت کسب و کار به اوج خودش میرسه. پولکی چیزی نداری؟ اسم پول نیار. من لکیشو بگو. پولکی؟ لکی نداری؟ بیا خانم من میخورم. من یه خورده به من بدین شاید. علی جان شما بخوای من نگاه کنم سیر میشم همینطوری. این نون خوردنش فرق میکنه. نمک میخواه بچه. نونش خیلی خوبه. خوشگله. من بزنم اینو وضعمون چجوریه؟ با اینکه میدونم وضعمون خرابه. همه خدایی؟ کی مهمه؟ حساس برق. وای چه اختلاف کمی آقای فرغانی. 118 تا 122 تا. آقای ظاهری هم 150. چجوری ما که خیلی برق و کم مصرف. بودو لامپا رو خاموش کن. اون تاو درستون اون تاو نه دیگه الان که فایده نه من تعجبم که ما خیلی هم رعایت کردیم. یعنی ما با یه لامپ فقط، نه کولر نه هیچی، فقط یه لامپ. تلویزیونم که قولنج کرده. حتی جارو برقی هم با دست جارو کردم، جارو هم نزدم. نمیدونم دیگه. آقای جعفرزاده رو سخت میشه پای کار آورد، ولی وقتی بیاد دیگه با جون و دل اومده. نمونهش همین قضیه آبلیموهاست. اینا رو از کجا آوردید آقای جعفرزاده؟ اینا رو از هم بطریاست که برای جشن میلاد گرفتیم. خودش هم بردیم استخر. ما یه 3 تا بسته گرفتیم برای شربت گرفتیم که ببریم. دیگه از کلا شربت اونجا کنسل کردیم، خدا رو شکر. بهشون ندادیم. این بطریاش مونده. حالا یه بسته دیگه هم هنوز داریم غیر از این. ولی خب از نظر بهداشتی تو پاکت بود، درش بسته بوده. دیگه اونم که دیگه بهداشتی.
نه اینا برای که بهداشت رعایت بشه سفره رو انداختیم بابا. خسته داره بچه باید چی داره؟ نه بابا بذارین حساس باشه که بفهمن. باید صافش کنی. نه صافش کنید لرداش گرفته میشه. هسته لیمو مزه آب لیمو رو تلخ میکنه. من که بعید میدونم کسی زیر بار خرید این آب لیموهای هسته‌ای بره. خانم اونجور نریز میریزی به بدنه. یه لیترش تموم فرون کرد. بس نریز پرش کن دیگه. بس خانم نریز تو رو خدا. ببین نه ببین میخوام خیلی داری اذیت میکنه اعصاب میریزی به هم. خیلی دیگه یعنی چی؟ خب ببین اینقدر که باید باشه دیگه ببندن دیگه. باشه اونجا چی شد آقای جعفرزاده؟ خانمم میگه که این هسته که داخلش کس نمیخره. هسته گرفتنم که بخوام بگیریم واقعا مشکله، دونه دونه بخوام بگیریم. اصلا یه موقع دیدی طرف به خاطر هسته‌ای که توشه قبول کنه. خب هسته توشه هسته گرفته میشه بهتر. من خودم اگه برم بگیرم نمیخرم اینو. اصلا اینو میذارم جزء طرح فروشم. میگم ما می‌خواستیم هسته ها رو جدا کنیم ولی یکی از طرح‌های فروش اشاره کنی تازه اگه نفهمیده باشه هسته ها رو می‌بینی. نه دیدم که می‌بینم. شما اینو بسپارید به من. حق با مامان خون است ولی میلاد نمیخواد زیر بار بره. اعتماد به نفس میلاد برای فروش عالیه، اما باید دید در عمل چی کار میکنه. از اونجایی که میلاد تنها حامی سفت و سخت طرح فروش آب لیمو بوده، حالا همینطوری یکه و تنها با کلی آب لیمو ترش اومده تا مزه دهن مشتری‌ها رو بفهمه. سلام قربان. یه طرحیه برای مقابله با مواد مصنوعی در بازار. می‌خوایم برای مقابله با اینا آب لیموی کاملا طبیعی بین سطح شهر پخش کنیم. جدا؟ با عزت خداحافظ شما. این که نشد. اینم نشد. لطف کردی با عزت. ایشون هم که نخواست. حضور هسته ها داره تاثیر منفیشو میذاره. سلام قربان. حالتون خوبه؟ میگم شما آب لیموی 100% طبیعی با کمترین هزینه ممکن نمیخواید؟ دست رد. خب قربان این قیمتش 20000 تومان. به شما قول میدم که قول 100% طبیعی، حتی 0.1000% غیر نشون تا حالا بازار کار نکردی. خیلی باشه. دست شما درد نکنه لطف کردید. خیلی خوشحال شدم ازتون. اینم از دشت اول. مثل اینکه پشتکار حتی از هسته ها هم مهمتره. 20000 تومان. واسه اینکه مشتری‌ها تحت تاثیر حضور دوربین خرید نکنن، گروه فیلم برداری تا وقتی که کسی حاضر به خرید نمیشه جلو نمیان و خودشون رو نشون نمیدن. اگر اون یه دونه رم کوچیک‌ترم می‌خواید 60 تومان، چون همونطور که صحبت کردیم. اگر که خدمت شما. خیلی لطف کردید قربان. ممنون. مرسی. اینم آب لیمویی که دیگه حالا دیگه با همون قیمتی هم که گفتید من باید در خدمت. دیگه هر چقدر که شما 5 تا دونه اختیار دارید. اگر که حتما چشم. خب داداش راحت شدی. راحت شدی یه مغازه همش ولی همه رو علی زیر قیمت فروختم. الان خیلی خوشحالم. شد. من تا آخر عمرم آب لیمو میخورم. 220000 تومان. خدا. برم ببینم این بابا که اینقدر جلو منو میگرفت چی میگه بهم. یعنی خدایی اینقدر منو اذیتم کرد. با این فروش خوب و پرسود ورق به نفع خانواده جعفرزاده برمیگرده. گذر زمان باعث میشه خانواده ها برای درآمدزایی بیشتر به آب و آتیش بزنن. ایده بعدی آقای فرقانی زدن به دل زنبوراست. انشالله ذرتون. آقا جلو نیا. آقا جلو نیا. برو عقب. عقب تر بری. کلا دم دیوار هست برداری. بیا بالا هادی بیا بالا. بیا برین عقب. من هستم. برین عقب. برین. بدوین. الان میام هادی. نداریم. حاج احمد سلام خوب هستی؟ خوبی خسته نباش. سلامتی؟ قربانه. تو که همین اول یک کلا گشاد سری ما گذاشتی. نه برای سلامتی خودت. سلام. سلام. خوبی؟ 2 روز وقت داریم. چیزی اش نمونده. بخاطر همین قرار عجله داریم. تا غروبه امروز وقت داریم. یه پولی در بیاریم. خب یه کالی بکنیم یه پولی در بیاریم. خب تا غروبه چقدر ما میتونیم بفروشیم از احمد؟ دیگه بستگی به اقوام و رفقای خودتون داره. آقای فرقانی که خودش یه عسلخوار حرفه‌ایه میدونه عسل طبیعی رو باید از کجا خرید. باید دید این عسل شناس، عسل فروش ماهری هم هست یا نه. اما بازاریابی برای فروش عسل اصلاً کار ساده ای نیست و دردناکتر از نیش این زنبورا فروش نرفتن عسل هست. سریع‌تر بگیریم تا بریم. ما وقت نداریم. باشه. حاج احمد وقت نداریم. آره حاجی. یه کمی عسل به ما بده تا امروز بریم ان شاءالله که بتونیم بفروشیم این عسلا رو. بفهم. ببین اصل امسالمون سریع. بابا
بعدم در دیر میشه باشه اینجا خب اصل میگیریم اصل میگیریم دیگه. زود سید بدو. خدا اگه امروز رسیدیم ما به این عجله هادی هیچ تأثیری در آرامش این آقای زنبوردار نداره. پس حاج احمد اینا رو آماده کن بده ما. بریم زود بابا بگی هادی باشه. حاج احمد کمه. آقا خداحافظ. زود بریم بابا زود بریم زود سریع. بذار کلاهشون هادی بریم کلاهشون. بذار اصل رو تو ماشین. با کاروزش هم بگو زیر 3%. زیر 3%. تو سلامت. خدا نگهدار. بازار عسل پر از ادعای عسل طبیعیه و برای همینم متقاعد کردن مشتری‌ها اصلاً کار ساده‌ای نیست. آقا سلام. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. خوبی؟ سلامتی؟ سلامت سلامت باشید. ممنون. در خدمت. شنیدم شما عسل اینا میفروشین. یه سری عسل طبیعی ما جنسی خوب داریم. قیمتش هم خیلی عالیه. از بو و رنگش هم میتونید ملاحظه کنید. درست. مشخصه اینا طبیعیه. فردی هم که آورد آدم مطمئنی. اون آبلیموها که با هسته خوب فروش رفت. کاش اینجا هم یه چند تایی زنبور مینداختن تو عسلا که معلوم بشه طبیعیه. شما همین داره که اینجا هست ما بدید مشکل نداره. از 40 ما 192 اینطور که حساب کردیم شد. قابل نداره آقا. خواهش میکنم. کاراتون اشانتیون داره؟ اشانتیون یعنی بیجیل شما یا بده بدید. دست شما در خدا بدید بلکه یه بوش بکنین بوی خیلی طبیعی مشخصه از بوش رنگی چیزی خوبی شما رو قبول داریم اگه بدونید که مطمئنی مشکلی نداره. مطمئنی اصلی خوبی هم داره. و قیمتش چجوریه؟ قیمتش هم ببینین کنار 40 تومنه، یونزه 33 تومن، چنگی هم 30 تومن، 31 تومنه. خب الان من با یه پولش همه الان بدم قابل نداره. یه 80,000 تومن به علاوه یه 66,000 تومن میشه 208 تومن. بله. تخفیف نداره؟ همش تخفیفه. اختیار دارن بعد تخفیفش. شما 205 تومن. 205 تومن همه این سه تا. آخه الان وقت تخفیف دادنه. همین 3 تومن به حساب مسابقه میکنه به عبارتی 300,000 تومن. پنجی هم دارم اینا 5 خدمت. در حالی که کاسبی دوتا خانواده دیگه به پول رسیده، خانم زائری همچنان داره کیک میپزه و پولکی درست میکنه. خانواده زائری تنها خانواده‌ایه که هنوز کسی 1 قرون هم کف دستشون نذاشته و کلی هم خرج خرید مواد اولیه واسه کیک و پولکی کردن. حالا معلوم نیست این کار به پول میرسه یا فقط خستگیش میمونه با چند 10 کیلو کیک. دیشب چطور گذشت؟ نه اصلا دیشب تا موندم دارم چی کار میکنم. همه چیز با هم دیگه قاطیه. اصلا نمیدونستم من باید واسه کسایی که بهشون قول آموزش دادم باید طرح و متریالشون رو آماده بکنم. بدو هم به کیکم برسم نسوزه، سوهانم آماده کنم. اصلا نمیدونم چی کارم میکنم واقعا. دیشب تا صبح علیرضا از یه طرف قش کرد. همینجوری داشت کار میکرد اصلا بیهوش. اصلا نفهمیدم اینا شامشون رو چجوری خوردم. من خودم 1 ساعتی لا بلا شورت زدم به خاطر اینکه میترسیدم کیکم بسوزه. اگر که خب تایم داشتیم برای چند روز خیلی خوب بود. فروش خیلی خوبی هم داشت، ولی وقتی که بخواد با 1 روز باشه آدم از جون خودش بعد بزنه واسه یه درآمد. خب مجبور نیستیم. گفتم بی خیال حالا مگه می‌خوایم کجا رو بگیریم. خب چه بساطیه برامون درست شده. داشتیم زندگیمونو می‌کردیم. در کنار کیک یه کورسوی امیدی هم اینجا سوسو میزنه. علیرضا میخواد امروز تا میتونه کار کنه بلکه شاید بتونه ناکامی توریستیشو جبران کنه. چند تا سفارش گرفتی؟ فعلا یه مغازه‌دار تو میدون بهم سفارش داد. منتها گویا توی دوستان و این کانالی که پدر زدن فعلا یه لوش 5 سفارش داد. چقدر سود داره واسه این کار؟ فکر کنم حداقل یه چیز اولوش 50 تا رو بشه. سودم عملا من 10 تومن خرج کردم دیگه، یعنی 40 تومن سوده. خب این 17. معلوم از هنر مادر یه چیزایی هم به پسر رسیده. خانواده زائری بازار کار رو محاصره کردن، اما کی بالاخره این کارا به پول میرسه هنوز معلوم نیست. شما احتمالاً باید پشت دستگاه میتونی بشینی. در حالی که میلاد رفته بود برای فروش آبلیموها، خانواده جعفرزاده اومدن تا یه بار دیگه شانسشون رو واسه ورود به تجارت پرسود غذا امتحان کنن.
اونا هنوز نتونستن کارت بهداشت بگیرن و شانس زیادی واسه کار در رستوران ندارن. برای بهداشت خیلی تلاش کرد تا 3 روز نمیتونه جواب بده. حالا اگه زحمتی نیست یه کاری به اون دیگه ما دیگه کارمون باید امروز انجام بدیم هر جور. ابی وقت الان گذشته. غذای روزمون الان آماده است. نه حالا غذا نه کار دیگه ای حالا کار غذا الان نمیشه. الان اوج غذاست که بیاد بالا. شما بخواید با فیلم برداری نبرید زندگی ما میرسه گله هم. کار براتون میذاریم برای بعد از اون. آخه بعد از اون فقط تا قبل از ساعت 8 وقت باشه. شما 5 بیا. نه 5 که دیگه وقت نیست. چه ساعت میخواد چیکار کنیم؟ آقا از الان ساعت کار برای من بزن. ساعت کار برای من بزن. هر کار داشته باشی برات انجام بدم. شما یعنی هیچ کمکی نمیتونید به ما الان نمیتونم. الو آیتار سلام. بهداشتم رفتیم گفتن کارهای غذا نمیتونید بکنید ولی کارهای دیگه شو میتونید انجام بدید. ببین کاری نمی‌کنیم که مشکل است. ببین من با رئیس کل بهداشتم صحبت کردم. شما فقط کاری که مشکل ساز نیست براتون به من بدید. 2 تا خانوما بذارشون 2 تا خانوما بذار بغل دست خانم یاد بگیرن حداقل. دیگه مشکل نداره الان خانوما بشینن. الان ما یاد بگیریم کارو. نه وایس این بالا طوری نیست. شما بشین بغل صندوق‌ها یا شما 4 به بعد ما میریم تو آشپزخونه. گارسون بشین. بعد از اصرار بسیار بالاخره دل این مرد به رحم اومد و قرار شد تا مادر شوهر کنار صندوقدار بشینه و پدر شوهر و عروس خانوم هم داخل سالن کار کنن. ساعت ناهاره و خدا عاقبت کار این رستوران رو با این نیروهای تازه وارد ختم به خیر کنه. سینی خالیش کن، سینی ها بردار بیار. چه رست داره؟ ارسخایی با ما. اوه اینم از اولین شاکی. یه ساعت اول افسر بچون به چه حقشون؟ سر غذا خور به مردم فیلم میاری؟ نه براشون من اصفایی بکنم. نه من از شما اصفایی بکنم. معلوم نشد مشتری از موندن سینی شاکی شد، از بوی غذا بدش اومد یا کلا ما خوشش نیامد. نه اشکالی نداره. اتفاقی نیفتاد. آقای جعفرزاده به محض دیدن اوضاع میخواد بزنه بیرون تا بیش از این به اعتبار رستوران آسیبی وارد نشه. یه لحظه صبر کن شما. داری زود تصمیم میگیری. ببینید الان تو اینی که من نشستم کنار ایشون اصلا هیچ اختلالی ایجاد نشد. چون هنوز نه کاری شروع کردن. کارشون رو دارن انجام میدن. نه ضرر نمیزنم. اگر دیگه تکرار ما این کار رو راحت به دست نیاوردیم. الانم نیم ساعت از شروع کار من گذشته. بفرمایید اون طرف. بخواید شما با عنوان صندوقدار اینجا باشین ما بریم دنبال نه شما میتونید اینجا. با اینکه خانم جعفرزاده تازه داشت به کارش علاقه‌مند میشد، آقای جعفرزاده بالاخره راضیش کرد تا از خیر این کار بگذره و بیاد تا برن سراغ کار تکثیر. خیلی رو پام درد کرد. بدن ورزیده میشه. ببین زشته. من خستم نمیام دیگه. امید آقای جعفرزاده به آگهی استخدامیه که پشت شیشه یه مغازه فتوکپی و تکثیر دیده. این هم تایپیست میخواد هم که گرافیست داره. ببینیم چی میشه. آقا سلام. وقتتون بخیر. خوش راجع به آگهی که شما زدید اومدیم برای کار دستی دارم الان براتون. باشه حالا هر کار باشه اشکال نداره. نه کار دستیه شاید بخواد نمیدونم توضیح بدم. الان براتون توضیح میدم بفرمایید. اینجا یه دفترچه‌ای داریم میخوام درستش کنیم. یه دونه اینو میزنیم. کاری نداره. حالا یه کاریه که یکمی هم دقت نیاز داره. زور عروس خانوم که نرسید. ماشاءالله به این مادر شوهر. انگار اونقدر هم که به نظر میرسید کار راحتی نیست. خب پس من برم. آقای جعفرزاده که خیالش از اشتغال زنان راحت شده با یه خداحافظی جمع و ترک میکنه و میره خونه تا یه فکری به حال نهار بکنه. تونیا بریم سکازه. آقای فرقانی برای امروز میخواد از هنر دست دختر خانومش استفاده کنه. فاطمه خانوم حالا بعد از کلی کلاس خیاطی دیگه وقتشه که نشون بده چی تو چنته داره. سلام. آقا قبلا این چرما بود که مثلا برش خورده کیفایی برش خورده بود میگرفتن میدوختن نیمه کار به اصطلاح کار تمامش میکردن. آفرین باریکلا. نداریم فعلا ما که نداریم ولی نوع دیگه شو داریم کیفش هست آماده است. بله یک کیف کامل است. درسته. وقت چنده این قیمتی؟ اینو ما میدیم با مشتری 25 تومن. 25 تومن دوخته شد. بله. ولی اینطوری که باشد یه 10 تومن است یه 12 تومن. یعنی 3 تومن بابت این دوخته؟ 3 تومن برای دوختش ما میگیریم برای این.
راحت میتونه درست کنه مثلا 3-4 نفر اگر دستشون را 3-4 نفر؟ نه 2 نفر که باشن بیستر تموم میکنن تا شب. خب پس بده بیستر یه سنبره میزنن و با قول معروف طوری بده کارشو میکنن. یه وقت سنبش اینا رو بخیر می امانت بگیر میذاری. نه سنبشو باید بخرید. سنبش چنده؟ سنبش هم 2500. پس بکنم چیزی آخرش نیمونه داج آقا ما چون برای 10 تا شما فرض کنید یه سوم بده طور یه سوم بده با یه کمی نخ با اینا بده به ما دست شما در رنگای مختلف با نخش بده. حالا اینا رو تا شما کار میکنین فاطمه بعدم منم میرم اونجا میرم کاری صحافیه اینا سوم بزنم کاری نداره که دوختنشم تون دیگه بتونیم مثلا از نگاه این پدر و دختر کار کیفتوزی یه چیزی تو مایه‌های آب خوردنه. اما آینده نشون میده که پول به این راحتی‌ها در نمیاد. اینم شد 4 هان ترکیب رنگاشو خودمون باید انجام بدیم. درسته؟ اینام 10 تاست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این 18 تا. زحمت کشیدین لطف کرد. خدا حافظ. شرف. ببخش. خوش آمدید. بیا فاطمه. هادی شخصا تا حالا هیچ درآمدی نداشته و مدام به در بسته خورده. همینم این پسر رو حسابی برده تو فکر. باید دید این همه اطلاعات کامپیوتری و موبایلی این پسر بالاخره واسش نون و آب میشه یا نه. خستم میشه دیگه جریان که من خدمتتون شب شرح دادم قضیه چیه. حالا این دوست امکانش نیست. نظر منفی. اینم از اولین جواب رد. هادی چی شد؟ هیچی اینجام نشد ولی طوری نیست. یه جای دیگه سراغ دارم. درست واضح حرف نمیزد فقط گفت ذهنی حتما اینطوریه که دوست ندارم. گفتم خب مشکل نداره شما دوست نداری دلیلی میشه خودم بخاطر شما محدود کنم. میرم یه جا دیگه. یه دست رد هیچ وقت این پسر رو از پا نمیندازه. الو سلام علیکم جناب آقای سیفی. خوب هستید؟ سلام بفرمایید. خواستم بدونم براتون امکانش هست که مثلا من بتونم فقط یه روز مثلا تا غروب امروز خدمتتون برسم حالا برای یه کار موقت حالا در حد 5 هادی امروز از این تلفن‌ها زیاد زده. تا حالا که جواب درستی نگرفته ولی باز داره به زنگ زدن ادامه میده دیگه. حالا بلکه از این تلفن تا اون تلفن فرجی بشه. همین که هنوز ناامید نشده و بازم میخواد شانسشو امتحان بکنه خودش خیلیه. هادی بعد از یه تایید نصف و نیمه تلفنی داره میره تا ببینه از کار خبری هست یا نه. ببینیم چی میشه. ای خدا درود بی درمان من گفتنی نیست. سلام خستم شما. خواستم بدونم برای شما مقدور هست اگر به نیروی نیاز دارین در حد یه روز بیاد و حالا مثلا اینجا اگر کاری هست سفارشی گرفته شده مثلا کمکتون انجام بدن. تخصصتون چی است؟ تعمیرات اینا؟ تعمیرات نرم افزاری برای تمامی تعمیرات نرم افزاری فلش آپدیت تعویض ویندوز کشی مهارت لازم در زمینه نرم افزاری دارم. شماره موبایلتون رو من بدین. بله ان شاء الله یکی دو مورد هست تماس گرفتن واسه تعمیرات. اگر که امروز بیارن ما بریم خدمتشون. لطف می‌فرمایید دست شما درد نکنه. لطفاً خدا نگهدارتون. حالا هادی باید بره و صبر بکنه تا کی حالا آقای مغازه‌دار زنگ بزنه و خبر خوش خراب شدن موبایلای مردم رو بده. بعد از اشتغال زنان و بیکاری مردان منطقیه که آقای جعفرزاده سر گاز وایسه و شکم بچه‌ها رو سیر کنه. آقای جعفرزاده هنوز از نتیجه شیرین فروش آبلیموها خبر نداره و قراره حسابی غافلگیر بشه. سلام. تو هم وارد خالی کرده اومدی؟ 220,000 تومان. شوخی نکن. 220,000 تومان میفهمی؟ یه ماچو رو بوسی بده من. کجا ماما اینا؟ سر کارم. ماما چی کار دارم میکنن؟ 220,000 تومان سودش میشه 110,000 تومان. اینم نتیجه اعتماد به جوانترها. بلد نیستم بهش من پول داشت موندم چند وقته. چیزی دارم سرقرد کشیده خیلی قدش بلنده تازه نشسته اینطوریه. به به تو این 20 دقیقه ناهارتون رو بکنم آماده بشید بریم سر کار. در حالی که مردان خانواده جعفرزاده سرخوش از موفقیت آبلیمویی مشغول خوردن ناهارن، آقا با خانم فرقانی اومدن تا ببینن بالاخره از فروش کتابا چقدر دستشون رو میگیره.
سلام علیکم. سلام آقای فوقانی. پیش من بود. خوبی؟ دادمه. 2 تومانی هاشو گفتم بده. نداری شما آقا این 48 چطور آقا شفیع؟ خوبی؟ سلام. آقا مادی یه روز خلاصه کتاب آرام همه رو به سلامت. خب آقای فوقانی چقدر شما پول گرفتین مردم؟ من حدودی 700 تومان. خب منهای 45% شما 520 تومن مالی ما میشه. چندی به شما دادن؟ 300 تومن 300 580 1 2 3 586 تومن. حدودی 110 تومن 120 تومن سود کرد. 120 عیبت کار خودتون بود. زودتر میمدی؟ آره ما باید زودتر میمدیم که اصلا به ذهنمون نخورد. 4 5 95 10 تومنش هم تو جیبمه. 95 105 1 2 110 111. در حالی که خانواده فرقانی و جعفرزاده پا به پای هم دارن جلو میرن، خانواده ظاهری هنوز پولی دستشون رو نگرفته و تازه مشغول بسته‌بندی هن. اینایی که دیشب درست کردیم تقریباً 2 کیلو و 800 شد. این 400 با توجه به قیمتی که سوپر گفته بود برمیدارم 30 و خورده‌ای برمیگشت. حدود 10-12 کیلو سوهان سفارش بود. خیلی زمان میبره. فروش این همه کیک اصلاً کار ساده‌ای نیست. اهمیتی که خانواده زائری به شکل بسته‌بندی محصولشون دادن میتونه به فروششون کمک کنه. خود کیک 7.5 شد. درست شد؟ ولی اگر با ظرفش خواستی بدی 12 تومن میگی. در حالی که کار بسته‌بندی کیک هنوز تموم نشده، شاگردای خانم ظاهری از راه میرسن. فرمای اصلی مثل ماهیا و جلبک‌ها رو بیای با کاشی خیلی ریز کار کنی، زمینه ها تو با کاشی درشت‌تر کار کنی. حالا کاشی درشتری که میگم نه این که بگم درسته، اما باعث میشه که مثلا یکی از این خطا قطع بشه و این رنگا تو هم حرکت کنه به اصطلاح. خب معلومه که شاگردا هم از وضعیت این خونه حسابی تعجب کردن. حد فاصله این دوتا من یه فضایی دارم که میتونم از بهانه‌های رنگ دیگه‌ای استفاده کنم. رو خطوط مختلف چه خطای ساخت چه به سلامت موفق باشید. اما بالاخره لحظه هیجان انگیز فروش سر میرسه و خانواده ظاهری برای تحویل سفارش را میفته. مشخصه برات که کجا ولش کن. دستبنده رو برداشتی؟ موفق باشی. زود برگرد که 2 تا دیگه ان شاء الله. سلام خوبی؟ سلامتی؟ چطوری آقا خوبی؟ قربان شما. چطوری خوبی؟ قربونت عزیزم زنده باشی. دیر اومدی؟ دیگه تا آماده شد و بسته‌بندی شد. خواهش میکنم بفرما. به به. اونا 200 گرم. تنوع هم که بهش دادی؟ بسته‌بندی شو. تنوع بهش بدی بهتر میبرم. بله. همون 5 تومنه اینم 4 تا. امید به خدا. شده عبارتی. ان شاء الله. 49 تومن؟ باشه بعد. حالا 1000 تومن هم طلب ما بعد اختیار داری. یعنی بچه‌ها باشه. میکنم اختیار داری. دست شما درد نکنه. انا بچه‌ها باشه. مرسی. ان شاءالله که کارتون موفق باشه. این خانومی هم زنده باشی. در خدمتتون هستیم. ان شاءالله موفق باشی. قربونت برم. خداحافظ. 10 20 30 40 45 50. خب آدرستون رو دقیق برام SMS بفرمایید. در حالی که مزه شیرین پول کیک ها به دهن این پدر و دختر مزه کرده، خانم ظاهری این سمت داره کم کم کلاسش رو جمع و جور میکنه تا برسه به جای خوبش، حق و جلسه بعد من باهاتون هماهنگ میکنم که یه تایمی که واقعا فارغ باشم فقط مخصوص خودتون وقت بذارم. خیلی 22 مال هزینه کلاس و خانواده ظاهری که تا اینجا صفر مطلق بودن، دست در دست هم تونستن صدرنشین فروش بشن. هنوز چند ساعتی تا پایان این مأموریت مونده و فعلا واسه قضاوت زوده، چون ایده های بعدیه که تعیین کننده یه برنده این قسمت. خواهش میکنم به سلامت. خوش اومدی.
سلام خوب شما. ما بله با وفا برنامه ساعت 4 خدمتتون برسیم. کجا راهنمایی می‌کنیم بریم؟ همونطور که صاحب رستوران وعده داده بود، آقای جعفرزاده و پسران قبل از غروب آفتاب چند ساعتی وقت دارن تا با کمک در کار آشپزی یه مزدی بگیرن و به درآمدشون اضافه کنن. آقای جعفرزاده و پسران حالا باید هر چی در طول این سالا از خانم جعفرزاده در امر آشپزی یاد گرفتن در اینجا به منصه ظهور برسونن. اولین قدم پوست کندن یه تپه بادمجونه. وای بابا اینا همش خودمون باید پوست بکنیم. همه شده داشت. خدافظ. زیر نگاه تیزبین این مرد هیچ کس نمیتونه از زیر کار در بره. اون بادمجونا در مقابل این دیگه سیاه زنگ تفریح بود. با سرعت کار کنی. آشپزخونه اونقدر کار داره که تو همین چند دقیقه هر سه تاشون از کت و کول افتادن. اگه این آقایون همین جوری تو کار خونه هم کمک میکردن، دیگه خانم جعفرزاده میتونست دست به سیاه و سفید نزنه. فکر میکنی الان آقای زائری در چه حاله؟ به نظرم پاشو گرنده رو هم یه خواب راحت داره میره. چون هر وقت ما سخته اونا راحتن. آقای فرغانی چیکار کرده به نظرت؟ با شناختی که ازش دارم خیلی زرنگه تو این کار، خیلی، و احتمالاً میدم که بهتر از من کار کرده باشه. این ظرف و ظروف دوده گرفته فقط با یه سیمکشی حسابی برق میفته. پدر و پسر پشت به پشت هم ته میکشن ته. بعد از شستن دیگ و قابلمه نوبت تمیز کردن آشپزخونه است. با این سرخوشی و شادابی که آقای جعفرزاده داره سخت‌ترین کارا هم شیرین میشه. یه ذره اون یکی بذار، اون یکی ببین تو بذار من میزنم روش بجون. کار چرمدوزی که تا الان حرفش بود یعنی اول سم بزنی و بعدم دوخت و دوز حاشیه‌ای کیف، اما به نظر میاد این کار اونقدرام که میگفتن ساده نیست. هر ضربه یه هادی مثل پتکی بر اعصاب فاطمه داره فرود میاد. میگم کجا رو باید بزنی؟ اینجا دیگه. هنوز معلوم نیست ورود هادی به این کار اوضاع رو بهتر میکنه یا بدتر. فاطمه بقیش بسپار به مامان. من اگه بخوام من و تو بخوایم با هم کار بکنیم اینا یکیش فروش نمیره. یا اول پس بلم کن هادی. مخطوبات چه فکری اینو گرفتی این کارو؟ مرد گفت بهتون بدم از اینا. بابا گفت چی شد فاطمه خانم؟ چرمش ترک خورد، داغون شد، بعدم که بعضیاش سوراخ نشد و کجم و بد شد. همه فایده نداره. بذار لاسه تماس بگیرم میگم از اونا بگیرن بیان. چه کاری آخه این؟ فاطمه کاری که شروع کردی باید تمومش کنی. در حالی که بچه‌ها حسابی مستحصل شدن بالاخره پدر و مادرم از راه میرسن. خوبی؟ چیکار کردی فاطمه؟ چند تا تاله داشته؟ یه دونه تاله زدم. وای چقدر کم فاصله. ببینم فاصله هاشو سر زیاد کن. نه زیاد فاصله بعدم یه تکونش نده جا به جا میشه. ببین فاصله هاشو زیاد کن. جا به جا میشه بعد یه خراب میشه. بس نگاه کنه الان من اینو زدم خیلی با هادی کجا چوله شده. طوری نیست. چی زده؟ شما زدی یا هادی زده؟ با هادی با هم زدم. هادی با هم. بله در اومدیم. بیا بشین اینجا. بیا فاطمه بودو. برده بیا. آخه بودو بیا اینجا. درست باشه بعد نبینیم تا اشتباه دوختیم ها. کیف نمونه رو به من بده فاطمه. کیف نمونه رو ببین اینا ضرب دوخت. با اضافه شدن خانم آقای فرغانی معلوم میشه که این کار سخت‌تر از چیزی بوده که فکرشو می‌کردن. حکایتی این کار. من خسته شدم دیگه. خب من که بهت میگم خسته شدی؟ من که بهت میگم این کارو بده بابا. بابا دقیق بزن. دقیق من میزنم. همچی میزنم. سموسه درست میکردم زودتر از این انجام میشه. اونا قراره از هر کیف 3000 تومان گیرشون بیاد. اگه قرار باشه کار هر کیف انقدر طول بکشه اصلاً ایده‌ای به صرفه ای نیست. حالیه سر هر طول میگه. فاطمه ببین خوبه؟ ببین دخترم خوبه استاد؟ آری. الان در یه تجدید قوا هستیم و دوباره به سرعت بین 2 نیم است. بین 2 نیم است.
الان مربی منتظر داره جمع میکنه. بفهم چی کارش کنم؟ نه من کارم مهمتر میشه. لقمه تو ذوقش نزن خانم فرغانی. لقمه عشق و محبت بودا. یا بخور. سفارش برای تعمیرات داشتی؟ نه هنوز. ولی خب من سرعتم الان بالاست. ساعت 6 هم زنگ بزنه. حل. البته الان بهش زنگ میزنم، ما به این معنی نیست که بیکار بشینم. صاحب خورده نون ته سفره هم که طبق معمول سهم پدر خانواده است. بذار تاش بسونم بیا بوده. یعنی میگن رقبا خیلی بیشتر از این درآمد در آوردن؟ حتما. برخلاف انتظار هادی هنوز خبری از سفارش برای تعمیرات موبایل نیست. دوباره موبایلشو میگیرم. سبزابی هم میخوره دیگه. الان دو راهکار وجود داره. یا بازم صبر کنم بهم زنگ بزنه. لطفاً بعداً تماس بگیرید. چرا من شما من جواب نمیده؟ پیچونده داره. خودم شما در مغازه خیلی بهتره. هادی توقعش از خودش خیلی بیشتر از اینا بوده و حالا از این وضعیت حسابی دماغه. زیاد ترتون شد. کمرم درد. مثل اینکه آقای فرغانی اصلا انتظار همچین چالش سنگینی رو با کیفا نداشته. کدومتون برای شرکت تو مسابقه ثبت نام کرد؟ هادی. باس بدبختی ها هادی. ما این مسابقه رو ندیده بودیم. ما درست ندیده بودیم. همینجور اگه درست دیده بودم که من حال بود اصلا رضایت بدم که شرکت کنم. باور کنم. در حالی که کمر خانواده فرغانی زیر فشار کسب و کار خم شده، آقای جعفرزاده و پسران دارن برای اولین پخت و پز حرفه‌ایشون آماده میشن. خب مواظب باش. چرا اینقدر فاصله گرفتی اما ایتابه؟ خیلی داغه. همزمان با سرخ شدن بادمجونا یه نفر از در میاد که هیچ کس منتظرش نیست. مأمور مخصوص بهداشت. احترام بگذارید. هر روز همینطور ناز کن. یه زحمت بکشین کارت بهداشت داد. نه کلاس آموزش اصلا فاطمه بیارین. مهندس 13 سالشه کارت بهداشت بهشون دیدن؟ نه زیر 18 سال نمیدن. ببینید الان شما دارین اینجا آشپزی میکنید یا نه؟ نه آشپزی کار میکنید دیگه. ورود افراد متفرقه ممنوعه. اگه الان انگل ژیاردیا داشته باشید اینجا دارید کار میکنید چی؟ ما آزمایش اولیه رفتیم آزمایش چکاپ مشکلی نداشتیم. مسئول رستوران بگید بیا. مسئول رستوران بگید بیا. 3 نفر که کارت ندارن. فقط نداشتن کارت بهداشت بالاخره دامنگیر آقای جعفرزاده. خشن وقت داره. شما میگه با بهداشت نرفته. چرا رفتیم؟ به کارگیری افراد فاقد کارت بهداشت ممنوعه. شما هم خلاف انجام دادید. تو دور رفتم مهندس طاهری. مهندس طاهری هم رفتی؟ از کجا بدونم شما انگل ندارید اینجا دارید کار میکنید؟ ما گفتیم کارهای آشپزی نمی‌کنیم. متوش کارهای ساده می‌خوام انجام بدیم. حالا من نمیدونم با ما مسئولم هم تماس بگیرم. بنده خدا تقصیر نداره. تقصیر ما. به کارگیری افرادی که کارتی بهداشت ندارن بگید بابا شما به حضرت آقا فرستادم. 3 روز قبل باید میرفتن. بریم بالا بشینید فعلا تا مهندس بیاد بالا. چه دستوری میده؟ من حالا تنها کاری که میتونم بکنم میگم شما برید بیرون که برای این بنده خدا درد سر نشد. بفرمایید بیرون. اینم از پایان بدفرجام تجارت غذا برای خانواده جعفرزاده. با این وضع دیگه معلوم نیست بتونن قبل از غروب آفتاب کسب و کار تازه‌ای را بندازن. الان 3 ساعت وقت داریم. تو 3 ساعت خیلی کارام میشه کرد. الان اگه برم اونجا کارایی که بهم میداره و من هر کدوم میتونم تو 20 دقیقه الی 25 دقیقه تمومش بکنم. اگر حتی از 50 هم شروع کنم که 2 ساعت و نیم وقت داشته باشم 5 تا از این کارو بکنم 150 تومن گیرم اومده. هادی بزنم. آفرین بعدی. باریکلا. خیلی عالیه. هادی که از رسیدن سفارش تعمیرات ناامید شده اومده تا یه چند تایی گوشگوب بزنه بلکه اینطوری دلش باشه. همین منوال پیش بده. دستمو داغون کرد. ببین هادی با سرعت نزن. با طمأنینه بزن. در حالی که در خانه فرغانی ها کار کیفدوزی داره به آخرش میرسه، خونه ظاهری ها یه خبراییه. سلام. به به اینم دلارها که از در اومدن. مثل اینکه پروژه برگزاری شب ایرانی برای توریستا بالاخره نتیجه داد. لیلا
لیلا بفرمایید که حضور این خانم آقای فرانسوی نتیجه صدها تیریه که علیرضا ظاهری در تاریکی رها کرد و بالاخره یکیش به هدف خورد. مرسی. اگر که خیارش رو یا شکرش رو بیشتر دوست داشتید، مثلا شیرین‌تر یا خیار بیشتر خواستید، استفاده کنید. راهنمای تور این آقا و خانم فرانسوی رو آورده تا ببینن که در یه خونه ایرانی چه خبره و با سبک زندگی ما ایرانی‌ها بیشتر آشنا بشن. نوش جونتون. دوست داریم توی این مدت کوتاهی که خدمتتون هستیم یه تایم خوبی رو داشته باشیم. بعد از پذیرایی با سکنجبین و خیار، خانم ظاهری میخواد تا طرز پخت پولکی اصفهان رو آموزش بده. صبر کنیم یه کمی تا این کارامل باشه. ممنون. آلومینیوم کوچیک‌تر. سعی کنید از دور جمعش کنید. آها، خیلی خوب تونستیم با هم ارتباط برقرار بکنیم. حرف همو بفهمیم. میفهمن چی میگین؟ همین که گفتم دیگه، ما متوجه زبونه هم شدیم. تا داغه سعی می‌کنیم که بازش کنیم. ایده اولیه خانواده ظاهری برای این برنامه کسب درآمد از توریستا بوده، اما اینطور که داره پیش میره بعید میدونم با این حجم صمیمیت کسی اصلا روش بشه حرفی از پول بزنه. تو چی کار کردی کار کامپیوتر رو هادی؟ یه دونه استفادهش به روز اصلا یه موبایل تونستم بگیرم. حالا همونم 500 تومن میگیرم، اونم غنیمتیه دیگه ها. خودتون دیدین که نهایت تلاشمو کردم دیگه هر دری زدم نشد. من 500 تومن غنیمتیه. 500 تومن بعد به درآمد اضافه میشه دیگه. بریم تو نوشتر واز نیست، از سری بریم سری. چیزی وقت نداریم. بریم. چند تا شد کیفا؟ 1 12 14 19. بالاخره در دقایق پایانی مسابقه کار کیف‌دوزی تموم میشه. حالا فقط میمونه تایید سفارش دهنده برای گرفتن پول. خب زود. آره ماشاءالله. خب ما صبح تالا دوختیم، 19 تا دوختیم، به زور تالا. خوب دوختی. سنبه و ایناش که خوب زدید، ولی خوب زدم. این دوخته و این دوخته ببینید من کساب عرض کردم به حضور شما. اوه مثل اینکه اوضاع دوخت کیفا خرابه. اسپانیا بازارش کردی، فقط یه دوخت زده دورش، برای همچی پولی نمیدن. قیمتا ما خوب میدیم، خودتون وردارین دیگه. ناخته کمتر وردارین ان شاء الله. 60 تومن برای شما میدم. 31 و 500. 20. با معرفت صاحب کار آقای فرغانی از اینجا دست خالی برنگشت. می‌صرفید آقای فرغانی؟ 700 شروع کردیم، 4 نفرم بودی. مرد خوش اخلاق رو این وقت هاست که میشه شناخت. بعد از اون همه زحمت پولی دستشون رو نگرفته، اما لبخند همیشگیش هنوز رو لبشه. بهتره بریم پیش خانواده جعفرزاده که هنوز به مادر خانواده نگفتن تو آشپزخونه چه اتفاقی افتاد. علی، سخت‌ترین قسمت کسب و کار کجاش بود؟ همونجا که خودتون میدونید. خب بگی، صحبت کن بابا. هر جور میدونی سخت‌تر بوده همونجا رو بگو بابا. بگو خب علی. اصلا. نه علی. علی؟ چرا گریه میکنی؟ ای با تو نیستم؟ ای بابا کجا میری؟ اتفاقی نیفتاد، من نمیدونم چی شده که علی الان گریه میکنه. یه مأمور بهداشت یه دفعه اومد پایین. اومد. دیگه کارتامون رو می‌خواستن نمیدونم دیگه غیر مجاز بودنمون رو گفته. جدی میگی؟ ولی خب گفت بعدش با شما کاری نداری. ما که حاضر بودیم گفتیم میریم آزمایش، هر ایرادی داشته باشیم ما چیز باتون دیگه من تا اونجا که بودم گفت ما کاری باتون نداریم. تقصیر کی بود که اینجوری شد؟ تقصیر اون سرآشپز بود. ببینیم ما رفتیم. میگم حالا پولی از اون کار گیرتون اومد؟ نه پولمون رو نمیخوام. نه پولمون رو نه. چرا نمیخوای؟ این همه وقت گذاشتی. نه مامان خب گوش بدید دیگه، وقتی من میگم بابا هم میگن خب شما قبول کنید دیگه. من دارم نظرمو میگم. دارم میگم اشکال، ببین اشکال از خودمون سرآشپز بود. ما رفتیم صبح این همه این ور اون ور این در اون در زدیم، گفتیم اینجور گفتش که خب ببین عزیزم قرار شد ما آشپزی نکنیم. گفت بهداشت آشپزی قراره ما نکنیم، ما قرار بود بریم ظرف بشوریم. حق ما رو که نمیتونین بخوریم، پول خودتون نگیریم. پول من خودم نگیرم. منم نمیخوام. میخواید با صاحب رستوران یه تماس بگیری؟ خیلی رفتیم که ما از 7:30 صبح چند تا اداره رفتیم تا ساعت 11 صبح. سلام آقای تاجزاده. ارادت
من شرمندم به خدا، اصلا روی خداحافظی هم دیگه باد نداشتم. خب دستتونه. حالا ما درست. حالا ببینید ما یه چیز برامون مهمه. ما چون تو مسابقه هستیم این هزینه امرو خیلی برامون مهمه. ما 3 نفره چقدر بهمون میدید؟ چقدر؟ 3 نفری؟ بیشتر نمیشه؟ خوبه دستون باشه طور نه. خب علی آقام ناراحته، میگه من بیشتر کار کردم. علیه خود بیشتر بهش بده. چقدر بهش میدی؟ 70 تومنش علی. برو بابا. خداحافظ. شما چونه چی اون وقتی داره بهت میگه 100 تومن چرا میگی نه؟ دلم خواهد دل بخوایی نیست. اگه خودتون جای صاحب رستوران بودید به نظرتون باید بهتون پول میداد؟ من احتیاج به این کار داشتم که رفتم. یعنی شما ببینید در این شرایط که من با برج 500 تومن زندگی میکنم واقعا احتیاج دارم به این پول. چون حتی من گفتم پول، حتی یک کلام نگفت که مثلا شما برای من مشکل ایجاد کردی من پول نمیدم بهتون. صدایی که من از پشت تلفن شنیدم از خود من کمتر ناراحت بود. به محضی که من گفتم اجازه هست بدید گفتن مشکل نداره شد. اینا مقصر نیستن، اینا رفتن کار انجام دادن. باید مزدشون رو بگیرن به نظر. من انتظار دارم یک عدد کاملا عادلانه به ازای کاری که واقعا زحمتشو کشیدیم گفته بشه. خودم بودم نمیخواستم، فقط به خاطر علی. واقعا اگه 1000 تومان باشه 1000 تومان رو قبول میکنم. پس علی سهمش 20 تومنه، 20 تومن بگیره. بقیه رو نگیر. در حالی که این سمت فضا غمگین و غمزده است، خونه ظاهری ها شب ایرانی به جاهای خوبش رسیده. صنایع دستی اصفهان. من میتونم به عنوان یه یادگاری بین این طرح‌ها هر کدومش رو که شما دوست داشته باشید انتخاب بکنید، به عنوان یادگاری بهتون بدم که با خودتون ببرید. اگر دوست داشته باشید تجربه کنید، حالا دورگیری و استفاده از خمیر دورگیر ویترای رو دوست داشته باشید تست می‌کنیم. خانم ظاهری میخواد در کنار آموزش یه یادگاری هم به این زوج بده. سعی میکنم خیلی ریزه کاری نداشته باشه تا واسه دفعه اول شما راحت تر بتونید این نقش امتحان کنید. به نسبت دستتون با منحنی خیلی آشناست. بریم برای غذا. اینم از حسن ختام خانواده ظاهری برای این شب به یاد موندنی. بفرمایید سر. خانواده ظاهری که دیگه از خیر ارزآوری گذشتن دارن با این پذیرایی مهمان نوازی اصفهانی رو هم نشون میدن. نعنای خوش. مرسی بکو. انشالله که هر موقع توی غذایی ریختید یاد ما باشید. این زن و شوهر فرانسوی هر کدوم با یه یادگاری از این خونه میرن و همونطور که میشد حدس زد خبری هم از پول نیست. دیدار به پاریس. فکر می‌کنید درآمد رقباتون چقدر بوده؟ شاید بیشتر از ما. بیشتر هستن در بیارم. شاید ما کمتر از همه بوده، فروشمون خیلی کمتره. چرا؟ یعنی علتش چی بوده؟ علت شاید اونا کاسه من دیگه. نه. یعنی بیشتر خانم آقای ظاهری که گرافیک بلد بود، عروس آقای جعفرزاده هم که کار کامپیوتر میکرد. آخه منی که یعنی مثلا یک کار خیلی کوچیک مثل خدمات موبایلی انجام میدم خیلی به مشتری طرفدار داره، نتونستم تو روز مشتری رو بکنم. چطوری اونا تونستن این کارو انجام بدن؟ اگر هم تونسته باشن حداکثر 2 مورد. خانم آقای ظاهری که اصلا هیچی کار گرافیکی کار از 1-2 روز هم نیست آخه. شاید کار دیگه کرد. چقدر درآمد داشتید؟ امروز که 111 تومن شد بابت کتاب فروشی. 60 تومن کیفا بود، 6 تا اصل به این فروخت 6 پنج 30 تومن هم بابت اینا بود. منم 15 تومن دشت کردم. 216. با تموم شدن این مأموریت میتونیم بالاخره جدول نتایج رو ببینیم تا بفهمیم سرانجام درآمدزایی خانواده ها چطوری بوده. همونطور که میبینید خانواده ظاهری با 343250 تومن اول، خانواده فرغانی با 216000 تومن دوم و خانواده جعفرزاده با 194760 تومن سوم هستند. اما هنوز یه چالش از مسابقه خانه ما باقی مونده. برای دیدن آخرین مهمانی این فصل از مسابقه قسمت بعد این برنامه را از دست ندید. آخرای مسابقه است دیگه، حساس تر داره میشه. ما اول آقا هم چجوری ما تونستم رقم خرج کنم؟ چون این رو نمیشه، من میگم میشه. اول شدن به نظر من واقعا سخت. وایسی 3 تومن نمیدونم. انتظاری بیشتری داشتم از دو تا رقیبم.
نگاه کنید آقای ظاهری که مهمونی رو بده، احتمال اینکه دوباره ما بیایم اول هست. آقای ظاهری برده بودن در آقای جعفرزاده، آقای جعفرزاده بردن ما دوباره میاریم برای آقای ظاهری. یه دونه نمیتونست بره. 4 5 6. حالا یه مدل از گلای کاکتوسیه که من خودم تو خونه نگهداری کردم. بازی هر کی زودتر ظرف فروش شد. نور برای نور اومده شما؟ اسم شما جعفرزاده. یه دل درد بگیرم آی دلم وای دلم. سلطان جهانم به چنین روز غلامم. نه من کرکوی قشنگ میکنم ولی هنری ندارم، نترس. من کاری سر دارم. مسابقه خانه ما برنده یکی از شما. آسون نیست جرأت میخواد چون خانوادت همرات میاد. صرف جوق یک هنری به پول دست در نری. الکی خرجش نکن تحمل داشته باش یه ذره.